امروز میدونیم که ماه رمضان است. تقریبا بعد از 22 روز یا 21 روز یا 22 روز یا 21 روز ماه رمضان می درآید. برای اونکه بعضی وقت ماه 30 روز می شود، بعضی 29 روز، یک روز پیش از رمضان انیق می شود که ما کی روزه می گیریم و انشاءالله بعد از یا 21 روز یا 22 روز ماه رمضان می شود و می خواهم قطع شما درباره رمضان صحبت کنم و باز بچه‌ای که شما رو انشاءالله در یوتیوب می بینن از این خیلی فایده گیرن که ثوابش برای همتون انشاءالله هست. یکم بچه‌ها، ما در اولی درس گفته بودیم که اسلام 5 بنا دارد، یعنی 5 تا چیز اساسی در اسلام است که با اون مسلمان بودن یک نفر میفهمیم. 5 چیز که یک نفر مسلمان بودنش میفهمیم. یکمش چی بود؟ کلمه شهادت بود. کلمه شهادت یعنی معنیش چی است؟ یونس بگو کلمه شهادت معنیش چی است؟ ها چی بود؟ اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. اشهد ان یعنی شهادت میدیم. معنی شهادت میدیم چی بود؟ شهید. من به دهانم میگویم و به دلم باور دارم. آره؟ یعنی من به دهانم میگویم که بجز الله هیچ خدا وجود ندارد و محمد صلی الله علیه و سلم پیامبر هستند. این شهادت میگوین. یکم چیزی که ما مسلمان میشویم، مسلمان بودن یک نفر رو میفهمیم کلمه شهادت است. کلمه شهادت چی یعنی؟ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. دوم چی چیز بود؟ نماز. و در پا ایستادن در روی نماز. نماز. سیومش روزه گرفتن. روزه بود یا زکات بود؟ سیومش زکات دیان با و حج به حج رفتن. اول زکات میگویم معناش روزه گرفتن در ماه رمضان. بعد از این حج. یکنون نگاه کنید، یکمش کلمه شهادت، دومش نماز خوندن، سیمش زکات دادن. معنای زکات چی هست؟ بچه ها معنای زکات چی هست؟ قرض تبتی برای قرض آدمی که قرض داره به آدم قرض بتی و آدمی قرض داره تو باید بتی. قرض بر زکات دادن، قرض دادن بود معنایش. کی میگوید زکات داشت بوده؟ کی یادش به میبیارد که زکات چی بود بچه؟ عبدالرحمانی طرفی اروپا که اگان چی دادن برکانبغالارا یگان بودی یاردام شکنی. با کمبغل ها یاردم کردن بود. 2 نفر خطا جواب دادید بچه ها. هیچ مشکل ندارد اصلا. یک بار بیان میبیاریم. کی میگه زکات چی بود؟ زکات آدمای محمد سعید بگو زکات چی است؟ زکات همین است که هر آدمی مسلمانی که با پولش 85 گرم طلا خریده میتواند 2.5% و یگان کمبغل به میدهد. فهمو؟ زکات معنیش چی است؟ آدمی مسلمانی که قرضدار نیست، در دستش پول 85 گرم طلا هست و یگان کمبغل زکات میدهد. 2.5% میدهد. 1000 سوم پولش باشد مثلا 25 سوم از وی میدهد. همین انشالله باز یادآور میشویم برای اینکه شما فراموش کردید. زکات میمونیم برای اینکه گپ ما درباره روزه هست. سیوم چیز روزه بود. آره؟ روزه بود. چهارمش نماز خوندن. باز چی بود؟ نماز بود یا فراموش کردیم. چهارمش روزه بود. آره؟ پنجمش بعد حج. اون بچه ها روزه. نگاه کنید بچه ها. شما مکتب رفتید در روسیه. با کی پرسم از این یک نفره. شما رفتید به مکتب و گفتید من روزه دار هستم. همسنفی شما آدمی مسلمان است. گفت یعنی روزه چی؟ روزه چی است؟ چی جواب میدیم؟ کنی دست برداشته لیکن همه جواب ندیدن.
کی میگوید؟ به خاطر الله، به خاطر الله. احمد جواب بده. احمد یا دست بردارید من پرسم. سحر تا بیگانه ننوشیدن با نخوردن. نه بهترین معنای روزه این مسلمان از وقت نماز بامداد تا وقت نماز شام نه یگان چیز میخورن نه یگان چیز مینو. این نامشه چی میگویند؟ روزه میگویند. بچه ها یک نفر مسلمان و شما من روزه قبول ندارم، من گرسنگی به تاب نمی آورم، الله فرض کرده باشد هم من اصلا روزه نمیگیرم، این آدم مسلمان نه. برای چی مسلمان نیست؟ برای که روزه نمیگیرم. روزه الله را اجرا نمیکنه. روزه نمیگیرم. نگاه کنید، روزه رو نگرفتن دیگر چیز، روزه به من در کار نیست گفتن دیگر چیز. یک کس میگوید من تنبل هستم، گرسنگی به تاب نمیبیارم، روزه نمیگیرم، ولی تنبل است، ولی مسلمان و گناهکار سخت است. اما بچه ها یک کس گفت به من روزه نگو، من روزت رو قبول ندارم، ولی مسلمان نمیشود. برای چی؟ برای اینکه درباره روزه الله در قرآن گفت و ولی قبول نکرد. فهمیدید؟ و هیچ فرض الله قبول نکرد. این درباره روزه بود. و ما گفتیم چه خیلی که باید نماز خونیم، چه خیلی که به الله ایمان داشته باشیم، باید روزه هم گیریم. اکنون کیها باید روزه گیرد؟ وقتی گفته بودیم در یادتون باشد ما گفتیم هر مسلمانی که به بلاغت رسیده است و وی کسل نیست یا مسافر نیست روزه میگیرد. وقتی گفتیم به بلاغت رسیدگی بچه ها یعنی هر کسی که پسرچه ها زیادیش 13-14 ساله شود به بلاغت میرسد. یعنی چی میگویم؟ میبینیم میگیم بچه که کلان شده است، پدرسکوی میگن روزها، 6م صنف 7م صنف شود، دخترچه هایم 6م صنف 7م صنف بعضیش 5م صنف شود، الکی باید روزه گیرد، به وی فرض است که روزه گیرد. اما بچه ها اگر مثلا 10 ساله روزه گرفت یا 9 ساله روزه گرفت، برای روزه گرفتگیش ثواب میگیرد اگر چی وی کلان نشده روزه گرفته باشد هم. اما مثلا یک دخترچه 9 ساله یا شما یگان تایی شما مثلا همتون از 12 ساله میده هم، اگر شما روزه نگرفتید گناهگار نمیشوید، اما برای یاد گرفتن روزه گرفتید خیلی ثواب میگیرید، هم پدر و مادرتون ثواب میگیرد هم شما ثواب میگیرید. فهمیدید؟ اگر گویند که کی باید روزه گیرد، چی میگفتیم؟ هر مسلمانی که به بلاغت رسیده است، یعنی الکی کلان شده است، 12-13 ساله گویم هم میشود، 13-14 ساله، برای اینکه بعضی ها تستر کلان میشوند، مثلا بعضی همسنفای شما الکی کلان هستند، آدمی کلان برین، بعضیشون حالی میدچه هستند. همین خیلی همین که آدم کلان شد که ما میفهمیم که الکی کلان شده است، روزه گیری فرض است. بچه یک چیزی دیگر است، روزه فرض است. فرض بودن روزه رو ما از کجا میفهمیم؟ پیغمبر در حدیث میگه، پیامبر در حدیث میگه، در قرآن میگه، قرآن اومده است. الله چی میگه؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. در سوره بقره الله میگه که روزه برای شما فرض است، مسلمان ها روزه گیرید. بچه‌ها بعضی انسان های هستند که اونها روزه نگیرند گناهگار نمیشوند. که اگر روزه نگیرند گناهگار نمیشوند. اونها کیها هستند؟ بغل‌ها، آدم‌ها کسلی‌ها تمام چی ندارن؟ بچه ها میده کسلی ندارن. اکنون یک بار من میگم بعد شما تکرار میکنید. مالش نگاه کنید. کسایی که الله برایشون اجازه داده است که روزه نگیرن، یکم مسلمان میده، یعنی کودکایی که به بلاغت رسیدگی نیستن. فهمو؟ عبدالرحمن خوب داری؟ خوب نرفتی؟ 2 تا عبدالرحمن داریم، یک تاشون خوبشون اومده ایستاده است. نگاه کنید بچه، مسلمانی که میده باشد به بلاغت نرسیده باشد اجازه دست که روزه نگیرد. یکم. دویم، هر مسلمانی که کسل است، بیمار است، یعنی روزه گیرد بیماریش زیاد می شود، برای ویها هم الله اجازه می دهد. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. میگوید بیمار باشی روزه نگیری هم می شود. اما بچه ها آدمی بیماری که روزه گیرد کسلیش زیاد نمی شود، روزه گیرد گناهکار نمی شود. فهمیدید؟
اجازت است معنیش همین که تو میتوانی روزه نگیری اگر کسل باشی. اگر روزه گرفتی گناهگار نمیشوی. کودکان میتوانند روزه نگیرند. دویم آدمای کسل میتوانند روزه نگیرند. سوم آدمای مسافر. مسافر گفته کی رو میگویم؟ به سفر برآمدگی. کسایی که برآمدن با سمالیات سفر کنند، هم با اتوبوس سفر کنند، هم با مثلا پایه سفر کنند، هم میتوانند روزه نگیرند. برای اون که الله چی میگه؟ او علی سفر مسافر باشید شما روزه نگیرید هم میشود. اکنون بچه ها یک چیز دیگر است. مادرایی که کودک معده دارند میتوانند روزه نگیرند. یعنی مادری که کودک معده دارد و روزه دارد اگر کودکش بیشیر میماند، آدمی کسل هم همین خیل، یعنی برای اینکه زیاد میشود. اکنون اینا 4 قسم بودن که به شما من گفتم کودک‌ها، گفتم کسل‌ها، گفتیم کسایی که در راه هستند و مادرایی که کودک دارند. اینها بچه ها اجازه دارند روزه نگیرند، اما روزه دارند گناهگار میشوند به فکرتون؟ نه گناهگار نمیشوند. آره، برای اینکه برایشان اجازت است. اما بچه بعضی کسا هست کسل است، روزه گیرد خیلی کسلیش زیاد میشود، از حد کسلیش زیاد میشود. انا او نباید روزه گیرد. برای چی؟ الله برایش اجازه داده است و روزه گرفته خودش رو کسل کرده است. باید کفاره کرد. آره، درباره کفاره میگویم محمد سعید. کفاره چی بود بچه؟ درباره کفاره هم قطعی گفت زده بودیم. من یک بار بگویم که تو کسایی که نو میبینن بفهمن. بچه آدمایی که کسلیشون هیچ درست نمیشود، مثلا بعضی کسلی ها هیچ درست نمیشود. مثل چی هست میدونید؟ همین کسلی های بچه ها، کسلی هایی که آدم هیچ درست نمیشود تا آخری عمرش. کسلی رگ هست، کسلی قلب، کسلی نخورد از حال هم میرود. این آدم ها چیکار میکنن؟ اینها مثلا ما گفتیم که آدمی که در سفر هست، آدمی که کسلی عادی مثلا سخت گریپی از حد وزمین شد، یا یگان کسلی مثلا جراحی یا اپراتسیا شد میگیم با روسی، اینها بعد از سلامتیشون خوب شدن روزه میگیرن. اینها سلامتیشون خوب شد روزه میگیرن. اما کسلی رگی که هیچ سلامتی خوب نمیشود چیکار میکند؟ برای هر یک روزی خورده اش و کم بغل کفاره میدهد. کفارهش چی مقدار است بچه ها؟ 1.5 کیلو برنج. یا اینکه خوراک پخته را با کم بغل اشکال کردن، یا اینکه خوراک پخته که یک کس سیر می شود میبرد و با کم بغل میدهد. یعنی هر کسی که گفت که من هیچ روزه داشتن نمیتوانم، من چیکار کنم؟ شما چی میگوید؟ به هر روزش کفاره ده. و جای روزه گرفتنت کفاره بده. و کفاره معنیش چی است عبدالرحمن؟ عبدالرحمن معنی کفاره چی هست؟ همجا هستی؟ کفاره چی بود؟ وقتی که اگر روزه دار باشی. زبیر بگو کفاره چی هست؟ شخص شد آدمی کدمی کسلش نمیگیره و آدمی که کسل هست و روزه داشته هیچ نمیتوند، یک کم بغله چیکار میکند؟ شکمش سیر میکند، یا خوراک پختگی برده میتیهد، یا اینکه خامش کیلو برنج یا آرد یا مکرون میدهد، یا نیمی میدهد. اکنون بچه ها باز یک گروهی دیگر بودن که ویها هم کفاره میدادن، در یادتون هست؟ یعنی به جای روزه خوردگیشون یک کم بغل به خوراک میدادن. کی بودند آنها؟ آدمای پیر و هم روزه داشته نمیتونن اما آره، آدمایی که پیر هستند و سلامتیشون هیچ روزه داشته نمیشود. مثلا بابای شما یعنی پدر بزرگتون، مادر بزرگتون سن سالش بالا هست و هیچ روزه گیری نمیتونن، و یا به چی میگویم؟ شما روزه نگیرید، شما کفاره دهید. یعنی یگان 30 روز روزه نگرفتن، اگر با گرونج یا برنج حساب کنیم چند کیلو میشد؟ 30 تا 1.5 چند میشد بچه ها؟ 30 تا 1.5 چند میشود؟ 5 کیلو برنج یگان کم بغل به میدین. یا هر روز افطار پختگی رو یک کم بغل به حتما کم بغل بدهن. درون خانگی کم بغل نمی شود، برده یک کم بغل به میدهن. این درباره کی بود؟
درباره آدم‌های پیره که کفاره میدهند، درباره آدم‌های کسل. اکنون گفتیم بچه‌ها ما روزه می‌داریم. بعضی کارهای هست که در وقت روزه داشتن اگر کردیم روزه ما تماما ویران می‌شود. ما باید این روزه رو از نو گیریم. این رو نامش میگویند باطل کننده های روزه یا ویران کننده های روزه. یکمش بچه‌ها یک چیز دیده و دانسته در روزه داری از مادرتون پنهان. بعضی بچه‌ها رفته از مادرشون پنهان در روزه چیز میخورن. خیلی نه؟ شما بخیر کرده هستید بچه‌ها؟ گفته دو رفته چیز خورده؟ نه کردگی نیستید. شما همتون از این کارات دارید. بچه هر کسی که روزه دار است و دیده و دانسته رفته یگان چیز میخورد وی روزش ویران است. حتی بعضی علما میگویند که دیده و دانسته یگان چیز خوردی 60 روز روزه میداری بعد از این. فهمیدید؟ یک آدمی کلان کودکا خورن هیچی نیست، برای اینکه برای کودکا فرض نیست. اما آدمای کلانی که روزه دار است و یگان خیلی عذر ندارد، کسل نیست، هیچی نیست، من گرسنه نشدم به من روزه در کار نیست، رفته یا میخورد یا مینوشد و یکم گناهگار است و در نزد بعضی علما و چیکار میکند؟ برای یک روز خوردگیش 7 روز روزه میگیرد. فهمیدید چقدر گناه کلان است؟ اکنون هر کسی که خورد یا نوشد روزش ویران میشود. بعد هر کسی خودش مجبور کند و قی کند روزش ویران می شود. ما گفتیم آدمایی که می روند و یگان چیز می خورند می نوشند. یکی شما فراموشن یگان چیز خوردید، فراموش کردید و رفتید و یگان چیز خوردید، یا گفتیم یگان تا میوه خوردید، یا پور شما یک پیاله آب نوشیدید، روزتون ویران می شود یا نه؟ اگر برقص خوردگی باشی روزتون ویران نشه. اگر برقص خوردگی نباشی هیچ کار بکنه. بهترین اگر فراموش کردی پیامبر چی میگویند؟ کسی که از شما فراموش کرده روزه خورد الله به شما رزق داد و هرگز نگوید که روزم ویران شد. نگاه کنید 5 دقیقه به افطار من رفتم و یک کاسه خوراک خوردم، از یادم برآمده است سیر شده باشم هم روزه من ویران نیست. فهمیدید؟ روزه من درست است برای اینکه من فراموش کردم. و پروردگار بچه‌ها الله ما اینقدر مهربان است که انسان یک چیز فراموش کند خطاگی حساب نمی کند الله. برای اینکه ما فراموشمون در دست خودمون نیستن، ما قصدن فراموش نمی کنیم که بی خبر میمونیم که فراموش کردیم. الله هیچ هم این چیزا برای ما گناه نمیگوید. اکنون بچه‌ها اساساً روزه رو چی ویران میکند؟ وقتی که تو میخوری یا مینوشی. بعضی چیزها هست که برای کلانها هست، من برای شما نمیگویم حاضرش به. اکنون چند چیزی هست که بچه ها در روزه داری کردنش ممکن است. یکم من به شما سوال میدیم، آدمی روزه دار رفت و دندانهایش رو با معجون دندانشویی یا بروسی چی میگویند زبنای پسته دندانش شست خوش رو کرده، و فکرتون به روزش ضرر است یا نیست؟ رحمان بهترین برای اینکه از گلو زبنای پسته ما فرو نمیدهیم، در دهانمون هست فرو نمیدهیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در ما خیلی حدیث زیاد است کار میکردن، دونشون مسواک میکردن. مسواک چی است میدونید؟ هست مزهش هم هست، دندانشویی هم یا زبنای پاسته هم عیناً همین خیلی است. معجون دندانشویی میگم با زبان تاجیکش هم یاد گرفت، خیلی خوب است. شما روزتون نمیشکند، هیچ هم روزتون دوام دید اگر به مکتب دندانهای رو شستید یا اومده. دویم بچه‌ها حاضر من یک بار جواب کنم. بعد هوای گرم بود و شما در آمدید و آبازی کردید، روزه دار در آمدید و آبازی کردید، به فکرتون روزتون میشکند یا نمیشکند؟ اگر که آب بخوری نمیشکنه. آره اگر آب خوردی اما آب نمیخوری فقط چیکار؟ بچه ها هر چیزی که از گلویمون گذشت قصدن و روزه رو میشکند، هر چیزی که از گلویمون نگذشت نمیشکند. مثلا با گلوی ما از دهانمون چیز میگذرد، از بینیمون هم خیلی نه. بعضی کسلا هستن که از بینیشون
خوراک میخورن. برای همین در روزه‌داری اگر بینیتون به آب گیریدم کمی میگیرید، گلوتون با در طهارت کردن آب گیرید هم میگیرید، اما دندانتون شستید روزه‌داری ویران نیست، رفتید و آبازی کردید هیچ هم ویران نیست. اکنون در ما یک چیز است بچه، زوچکا رو میخورید؟ زوچکا خویدید روزه میشکند یا نه؟ میشکنم. مزه دارد. بهترین احمد مزه دارد و یعنی مزهش هم عادی نیست مثل زبنای پسته، شیرینی دارد. آره شیرینی به گلوی ما میرود و شیرینی میرود چی روزه موی میشکند. برای همین روزه در وقت روزه ممکن نیست. بعد از این بچه ها درونی آب اینها گفتیم. یک چیز دیگر است که برای روزه‌دارا تماما ممکن نبود. در یادتون هست یا نه؟ خودخوری نیست. نیست. نوشیدن ممکن است. با چیز ممکن نبود؟ یک کار دیگر اگر کردید روزتون به الله در کار نیست گفتن. بیزه گفتن حقارت کردن. من کردم. حقارت کردن خفه کردن بودن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که کسی که حقارت و گپ‌های بد در روزه‌داری بس نمی‌کند الله گرسنگی وای به چی، یعنی به الله گرسنگی او در کار نیست. برای همین بچه‌ها در وقت روزه‌داری زیاد اهمیت دید که یگان کس نه حقارت کنید، نه داد و فغان کنید، نه خفه کنید. حتی یگان کس با شما جنگی شود هم بگوید من روزه‌دار هستم، من نمیخواهم به جنگ داخل شوم. فهمیدید؟ یعنی در روزه‌داری خیلی خوردن ممکن نیست، نوشیدن ممکن نیست، خفه کردن دیگرها هم تماما ممکن نیست. آیا چی پوچم؟ بگو. بسیار کس میگویند که در وقت رمضان، در ماه رمضان جنگ کردن ممکن نیست است. جنگ کردن ممکن نیست. گفته استادیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن حتی شما را یگان کس دشنام دهد شما بگوید این نساء من روزه‌دار هستم. یعنی در غیر رمضان یگان کس تو رو دشنام کند تو هم بعضا دشنام میکنی. آره از خودت دفاع میکنی. یک کس یک چی گفت میگد نه خودت هستی با من، اما در رمضان بگوید من روزه‌دار هستم، من دهانم رو به جنگ و جنگجوی آلوده نمیکنم. اگر کی بیاید بزند. نه در اینجا باید دفاع کنی. این جنگی که گفته استادیم حقارت. بعضیا یگان گپی بد میزنن میخوان شما هم گپی بد زنید، اما اومده زند خودت رو داشته نمیستی، باید از خود دفاع کنی. آره مسلمان باید جسور باشد. انشالله میخوانیم یگان کس به اجازه ندید شما رو بزند. اگر از شما پدرتون از برادرتون کمک اما هیچ هم خودتون رو نه من صبر میکنم به زدن نمیشود. و بچه ها در رمضان ما نماز تراویح میخوانیم، در رمضان ما شبهای قدر داریم، در رمضان روزه فطر داریم، در رمضان صدقه باید کنیم. درباره اینها درس آینده قطعاً صحبت میکنم ان شاء الله. حاضر باشد اگر درباره روزه‌داری یگان سوالتون باشد بدهید، من بقیه از اینجا از ثبت درس رو محکم میکنم.